سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه. خیلی خوش اومدین به این ویدیو. من میرزام و این قسمت 17 از سری برنامه‌های ماست که دارید تماشا میکنید. یک دوره ویدیوهایی رو داریم ضبط میکنیم در مورد یک دوره از تاریخ هست مربوط به اواخر حکومت ساسانیان و داریم بررسی میکنیم چگونگی شکل‌گیری حکومت اسلامی در شبه جزیره عربستان رو و بیشترین جایی که روش زوم کردیم نحوه گسترش قلمرو اعراب هست، اعراب مسلمان، با چالش هایی که با دو امپراتوری ساسانیا و رومی ها داشتن رو در طی این جنگ هاشون داریم بررسی میکنیم. اگر به این قبیل مسائل و مطالب و موضوعات که عمدتا موضوعات تاریخی هستن علاقه‌مند هستید، حتما کانال ما رو سابسکرایب داشته باشید و در نهایت اگر دوست داشتید ویدیوها رو حتما برای حمایت از ما ممنون میشم لایک کنید و اگر نظری داشتید تو قسمت کامنت ها برامون بنویسید. بریم سراغ ویدیو. خب اگر ویدیوهای قبلی رو با ما همراه بوده باشید، جنگ‌هایی مثل جنگ یرموک رو پشت سر گذاشتیم، جنگ قادسیه رو، و بحث تصرف تیسفون هم در ادامه همون جریان جنگ قادسیه اتفاق میفته و در جنگ قادسیه دیدیم که اعراب نیت اصلی خودشون که در واقع تبلیغ دین و گسترش سرزمین‌های اسلامی بود رو کلاً کنار گذاشتن و فقط بحث انتقام و فقط بحث تصرف کشور ساسانیا و حکومت ساسانیا رو مد نظر داشتن. اصلا بحث تبلیغ دین و اینا رو فراموش کردن و نتیجهش هم همون کشتار عظیمی بود که در جنگ قادسیه انجام دادن. ایرانی‌های خیلی زیادی رو در اون جنگ کشتن و حالا این قسمت که قسمت 17 هم باشه و قسمت بعدی که قسمت 18 هم باشه رو به همین بحث تصرف تیسفون اختصاص میدیم. قسمت‌های مهمی هستن، امیدوارم که تا آخر ما رو همراهی بکنید. خب در اواخر ویدیو قبلی دیدیم که با کشته شدن رستم فرمانده ساسانی در جنگ قادسیه بسیاری از ساسانی‌ها عقب نشینی کردن و اعراب خب چون قصد کشتار ایرانی‌ها رو داشتن دنبال اونا رفتن و یک دو سه تا فکر کنم درگیری داشتن تا رسیدن به شهر تیسفون. البته قبل از اینکه بحث انیمیشنی و بررسی انیمیشنی جنگ رو داشته باشیم، بحث شبیه سازی جنگ رو، در واقع یه سری نکاتی رو من لازم میبینم که مثل همین جنگ گذشته در مورد بحث تصرف تیسفون خدمت شما عرض بکنم. یکی از مهمترین اتفاقاتی که در جریان حرکت به سمت تیسفون افتاد این بود که خب قبلش که جنگ قادسیه رخ داد و اخبارش پخش شد در سرزمین اسلامی و مردم شاهد کشتار عظیمی توسط اعراب بودند از ایرانی ها، در واقع حضرت علی بن ابی طالب شخصی به نام سلمان فارسی رو با هدف و نیت جلوگیری از کشتار شدید و جلوگیری از نشان دادن خشونت و همون خوی وحشی اعراب رو در واقع برای جلوگیری از این قضیه شخصی به نام سلمان فارسی رو علی بن ابی طالب فرستاد در قضیه جریان تصرف تیسفون شرکت بکنه و مانع از کشتار بیش از حد ایرانی ها بشه. در مورد سلمان فارسی خب یکی از کارگردان های عزیزمون که من خودم خیلی بهشون ارادت دارم، جناب میر باقری عزیز، کارگردان سریال مختارنامه هم که هستن، سریال درخشانی بود واقعا. و همین الان که من دارم این ویدیو رو ضبط میکنم تقریبا تاریخ 19 مهر 1400 هست که من دارم این ویدیو ضبط میکنم. همین الان دارن مشغول پروژه سریال سلمان فارسی هستند و امیدوارم کار خیلی خوبی باشه. در مورد سلمان فارسی یه سری ناعدالتی ها، یه سری حرف های مزخرف و چرت زیادی دیده میشه در فضای مجازی، در حتی برخی کتاب ها متاسفانه، و من نیاز میبینم که در مورد سلمان فارسی در همین جریان جنگ ها یه سری نکاتی رو عرض بکنم. ببینید یه سری به ظاهر وطن دوستا، یه سری به ظاهر ایران دوستا و یه سری سلطنت طلب ها خیلی دوست دارن این القا بکنن این قضیه رو، البته ناشی از جهل و یا نادانی و عدم مطالعه دقیقشون بود هست که این حرفا رو میزنن و این چرندیات رو پخش میکنن. در مورد سلمان فارسی اتفاقا برعکس چیزی که اغلب گفته میشه اتفاق افتاده. ببینید سلمان فارسی در هر جنگی که حضور داشته در طول این جنگ ها، یعنی بحث جنگ هایی که خلفای راشدین 3 خلیفه اول انجام دادن،
سلمان فارسی در هر جنگی که حضور داشته اصلا بحث این که اطاعت از خلیفه باشه و اینا نبود، صرفا حضور در جنگ بود. بیشتر از طرف علی بن ابی طالب مأمور میشد و در همین بحث تصرف تیسفون هم همین اتفاق افتاد. وقتی که اعراب شاهد بودند در شهرهای مختلف دیگه مثل مدینه و مکه، خبرش رسید که در جنگ قادسیه چه کشتار عظیمی رو اعراب انجام دادن. خب عمر که خب یه عده مثل عمر بن خطاب خوشحال بودن به ظاهر از این فتح خودشون و خب علی بن ابی طالب خیلی ناراحت بود، چون بحث گسترش اسلام بود دیگه. این جنگ اصلا با هدف گسترش اسلام و تبلیغ دین بود و این کاری که اعراب انجام دادن در ویدیو قبلی هم گفتیم باعث شد که ایرانی‌ها تا مدت‌ها از اعراب متنفر باشن، از اسلام متنفر باشن، با وجود مشکلاتی که در کشور خودشون ساسانی‌ها داشتن و از حکومت خودشون ناراضی بودن، ولی خب وقت تمایل نشون داده بودن به اسلام. با دیدن این چهره وحشی از اعراب مدت‌ها این بحث تبلیغ در ایران با دچار مشکل شد، با مشکل مواجه شد. همونطور که عرض کردم سلمان فارسی در این جنگ در جریان تصرف تیسفون، حالا یه سری نقل‌ها هست که در همون جنگ قادسیه هم سلمان فارسی حضور داشت ولی خب دخالت چندانی نداشت، ولی از طرف علی بن ابی طالب مأمور شد در بحث تصرف تیسفون، که چون تیسفون پایتخت ساسانی‌ها بود و خب اگر اعراب می‌خواستن دوباره همون خشونت و وحشیگری خودشون رو نشون بدن، به طور کامل مردم ایران علیه اون اقدام می‌کردن و اصلا دین اسلام رو نمی‌پذیرفتن هیچ وقت. برای همین سلمان این مأموریت رو قبول کرد و در طول انیمیشن هایی که الان بررسی خواهیم کرد هم خواهیم دید که سلمان نقش خیلی مهمی داشته برای جلوگیری از کشتار ایرانی ها. این نکات رو من لازم دیدم بگم که در مورد سلمان فارسی خب دیدم، همونطور که عرض کردم، دیدم که چقدر چرندیات گفته میشه و چقدر ناعدالتی در حقش شده و من لازم دیدم که حتما اینا رو بگم که متوجه بشید که همچین چیزی اصلا وجود نداشته و دعوت میکنم اونایی که همچین چرندیات رو باور میکنن که یکم سطح مطالعهشون رو ببرن بالا و یکم بیشتر تحقیق بکنن و هر چیزی که میبینن و میشنون همون لحظه قبول نکنن. زیاد صحبت نمیکنم و بریم سراغ ویدیو. در 15مین سال پس از مهاجرت پیامبر اسلام از مکه به مدینه، ارتش‌های خلافت راشدین در برابر امپراتوری‌های ساسانی و روم شرقی به پیروزی‌هایی رسیدند. اما این دو امپراتوری هنوز مقاومت می‌کردند. در این ویدیو و چند ویدیوی بعدی جنگ ایران، ترکیه، مصر، آفریقای شمالی و فراتر از آن را شرح می‌دهیم. در عین حال ارتش‌های مسلمان برای تسخیر بیشتر آماده می‌شدند. در ویدیوهای قبل ما اولین مراحل فتح خاورمیانه توسط مسلمانان را پوشش دادیم. این کار در سال 633 میلادی با لشکرکشی در بین النهرین علیه امپراتوری ساسانی توسط ژنرال خلافت راشدین خالد بن ولید آغاز شد. پس از یک سری پیروزی که خالد بن ولید فرمانده لشکر مسلمین را به مرز امپراتوری روم شرقی رساند، خالد وارد سوریه شد و بار دیگر در نبردهای سرنوشت‌ساز پیروز شد که در جنگ یرموک شدت نبردها و پیروزی‌ها به اوج خود رسید که بیشتر منطقه را تحت سلطه خلافت قرار داد. از آن سو امپراتوری ساسانی در جنوب بین النهرین سعی در ضد حمله کرد که منجر به وقوع نبرد قادسیه شد. پس از نبردی که چند روز ادامه داشت، ارتش مسلمانان به فرماندهی سعد بن ابی وقاص نیروی ساسانی رستم را شکست دادند. در میان کشتار عظیم در حال وقوع در قادسیه، فرمانده جناح راست پارسی جالینوس رهبری باقی مانده ارتش شاهنشاهی را بر عهده گرفت و در تلاش بود نیروهای خود را نجات دهد. او با جمع‌آوری یک نیروی ضربتی کوچک و نخبه به سمت سد عتیق حرکت کرد و قبل از تشکیل اردو در محیطی امن واحدی از نیروهای مسلمان را که به سمت آنها آمده بودند از آنجا دور کرد. وقتی ارتش ساسانی از دیواری سد به آن طرف دیگر در حال عقب نشینی بودند، جالینوس با شجاعت بسیاری از حملات مسلمانان را دفع کرد و موفق شد بیشتر نیروهای باقی مانده را به سلامت به آن طرف برساند. اما هنوز تعداد کمی از افرادش گرفتار بودند. هنگامی که آخرین نفرات او در حاشیه کانال بودند، جالینوس سد را خراب کرد و با عجله شروع به حرکت به سمت بالادست منطقه نجف کرد و توانست جهت پیروزی‌ها را به نفع خود عوض کند. با این حال سعد بن ابی وقاص هیچ گونه تمایلی نداشت که حتی یک لحظه فرصت به ایرانی‌ها جهت استراحت بده. برای همین دو تا از فرماندهان خودش رو به نام قعقاع بن عمرو و شرحبیل رو
فرستاد برای دنبال کردن نیروهای ایرانی که پراکنده شدن در منطقه و یکی از فرمانده ها به نام زهر بن حویه تمیمی، یکی از اشخاص معروفی است که در کتاب‌های تاریخی عنوان شده اسمش زیاد، همچین شخصی هم به طور جداگانه با 300 نفر از سواران خودش به دنبال فرمانده ساسانی ها جالینوس عازم شد. زهر بن حویه تمیمی و 300 نفر همراهش باقی مانده صدر را به همراه کوههای اطراف به رودخانه ریختند تا مسیری به آن طرف رودخانه به وجود آید تا قبل از رسیدن جالینوس به کوههای بالادست او را متوقف کنند. جالینوس متوجه شد دشمن در حال نزدیک شدن است، پس تصمیم گرفت تا پیاده نظامش به مسیر با سرعت ادامه دهند و خودش به همراه سوار نظام به مقابله و جلوگیری از تعقیب کنندگان بپردازد. پس از مدت کوتاهی سواران زهره به جالینوس و سوارانش رسیدند.